نه. ولی از خاطر ما یک تعدادی که میاین کار میکنن به خاطر دیگرانه، ما باور بکن دعا میکنم زیادی اوقات خدایا میگم اینا استوار نگه بدار. مثال یکی از افرادی که مثال من دعاگویش هستم و بعضی ها دیگه نقد میکنم و من مخالفت میکنم مثال و طرفداریش هم میکنم، باز وجا ما براش میگم که علاوه از اینکه این دیگه پس وان از این هم استفاده بکنه دیگه و دیگه. مثال میگن که یکی از افرادی که ما گفتم سرسخت، یعنی از اون که از طرفدار هستم و در مقابل یک تعدادی سال میشه میگه که همین صدای صاحبی استخواه مثال خیلی برنامه داره. نمی یک روزی مثال یا جمعه یا پنجشنبه از او که هسته، یعنی مراکزایی که او داره یک مرکز نداره، چند مرکز هست در اونجا که هست خواهرها هست، صد خواهر در هر مرکزی از او علاوه از مادرها او سمینار رو برگزار میکنه. علاوه از اون دیگه برنامه دم یک روز 500 نفر که هست، مثال از 500 نفر هم بیشتر علاوه از شاگرداش نمیگم 500 نفر این انسانایی که مثال میان از اجتماع، یعنی برای از برنامه داره. خب بازگات چی میگه؟ والا میگه این یک فرد است، والا اینت میکنه، والا اینت میکنه. مثال خودی او فرد شما بیان ببینید. ولی علاوه از این که نمیاد دعا بکنه که خدایا این وقتی که مثال فعالیت در فیسبوک میگذاره شیطان نشوه که اینا منحرف بسازنه بینان یک فرد. بعضی وقتا یک انسان خدا برش یک ویژگی نمیده، بعضی وقتا یک قسم یک حسی تکبر و غرور برش پیدا میشنه. باید ما کوشش بکنیم برای او تعداد افرادی که مثال مشهور هستن یا که مثال برنامه زیاد دارن باید دعاگویشان باشیم که منحرف نشوند، چون که شیطان میخواد که اونا رو منحرف کنه، چون که اونا از اون انسانایی که یعنی 10 سال و 15 سال درس خواندن از اونا که بهتر است که با وجودی که 5 سال درس خوند. بعضی چه والا میگن اون یک فردی است که تخصص علمی بیشتر و عمیق نداره در موضوعات مختلف، ولی تخصص داشتن و علمیت داشتن بسیار با پیکی بالایش آیایی اصل است و آیایی که امو داشته های تا ابراز بکنی، یا ای که اونمو چیزی که داری اونمو چیزی که بر الله متعال داده به افرادی که دور و بر دست برسانی. کدامی از این مهم است؟ به هر صورت سری تزکیه نفس انسانی بود، یعنی ما خودمون تلاش بکنیم که خدا تزکیه بکنیم، خدا بسازیم و علاوه از اینکه خدا میسازیم دیگر را کوشش بکنیم برای از اونا برنامه داشته باشیم، دعاگویشان بوده باشیم و واقعا براشان معلومات را مفاهیم را برسونیم که تا اونام تزکیه شوند. یعنی یکی از نیازهای شدید انسان چی است؟ این است که باید چی بشه؟ نفس تزکیه شود.